نماسته دوستای عزیزم، من رکسانا هستم از آکادمی یوگا شانتیا. امروز میخوایم تمرینات رو انجام بدیم که کمک میکنه به قوی تر شدن عضلات شکم و فیله های کمر و آب شدن چربی های شکم. با من همراه باشید. روی متمون دراز میکشیم، پاها رو 90 درجه با زمین نگه میداریم، یکی در میون خم میکنیم تو شکم و صاف میکنیم. دم باز دم پا صاف میشه، باز دم خم میشه 90 درجه. 3 4 پای راست، پای چپ با شمارش و آگاهی همراهی. 5 6 7 8 9 و 10. کف پاها روی زمین قرار میدیم، گودی کمر رو میچسبونیم به زمین. دقت کنید که حتما عضلات شکم رو اکتیو نگه دارید. در غیر این صورت بعد از انجام حرکات امکان داره که کمر درد بگیرید. پاها رو جمع میکنیم تو شکم، میبریم به سمت راست و چپ، کمر رو روی زمین ماساژ میدیم. کف پا رو میذاریم روی زمین مجدد، لگن رو از زمین جدا میکنیم، میایم بالا، بازدم نزدیک به زمین میکنیم. 1 2 3 4 5 6 و 7. پاها رو دوباره 90 درجه نگه میداریم. پای راست رو جمع میکنیم تو شکم، پای چپ صاف، بالا تنه رو جدا میکنیم. پای راست رو جمع میکنیم توی شکم، یکی در میون جای پاها رو عوض میکنیم. 1 2 اگر گردن درد داری سر رو از زمین جدا نکن. 3 4 فشاری روی گردن نیستش، به کمک فیله ها بالا تنه رو میکشیم بالا. 1 2 3 4 3 تا ست 4 تایی. 1 2 3 و 4. رها، استراحت، ماساژ کمر روی زمین. پای راست رو خم نگه می‌داریم 90 درجه، پای چپ رو صاف میکشیم بالا و دست راست رو به پای چپ میرسونیم. 1 2 اگر گردن درد داری گردنت رو جدا نکن. 3 4 5 6 7. جاش رو عوض میکنیم. 1 2 3 4 5 6 7. استراحت. پا رو
رو بیار بالا، دوباره کمرت رو روی زمین ماساژ بده. پای چپ رو خم کن، پای راست رو صاف کن. دستاتو بذار کنار گوش. به کمک فیله های کمر بیا بالا. گردن رو با شتاب از زمین جدا نکن که به گردنت فشار بیاد. آرنج دست راست رو به زانوی پای چپ نزدیک میکنیم و برمیگردیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. برگرد زمین، استراحت. بیایم سمت مخالف. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. آروم برگرد، استراحت. دوباره گودی کمر رو میچسبونیم به زمین. این بار هر دو پا رو میاری بالا، یکی در میون. پاها رو به زمین نزدیک میکنی و میاری بالا. 1 شکم اکتیو. پا رو تا جایی بیار پایین که گودی کمرت خالی نشه. 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. آروم کف پا رو بذار زمین. لگنت رو از زمین جدا کن. بازدم. برگرد زمین. پاها رو جمع کن توی شکم. به چپ و راست کمرت رو ماساژ بده. میخوابیم روی شکم. ساق دست روی زمین قرار گرفته. دقیقاً 90 درجه زاویهش با سرشانه قرار داره. بدنت رو از زمین جدا کن. توی هاف پلنک بمون. دم و بازدم. آروم برگرد. نگاه رو به رو. وضعیت ابوالهول در یوگا بهش گفته میشه. آرنج دقیقاً زیر سرشانه. کف دست، ساق دست روی زمین. سرشانه ها رو بکش پایین. نگاه رو به رو. نفس دم و بازدم. کف دستت رو بذار کنار سینه روی زمین. آرنج هاتو بچسبون به پهلوها. دم بگیر. بدنت رو از زمین جدا کن. آروم به زمین نزدیک شو. داریم روی فیله ها کار میکنیم. دم، بازدم، دم، بازدم، دم و بازدم. استراحت. به پهلوی راست بخواب. ساق دستت رو روی زمین قرار بده.
آرنج دقیقا زیر سرشانه عمود قرار گرفته روی زمین. پهلوت رو از زمین جدا کن، لگن رو جدا کن، دست راستت رو بکش بالا، شکم اکتیو، دم و بازدم، نگاه رو به رو. همین حرکت رو برای سمت مخالف هم انجام میدی. شکمت رو اگر اکتیو نکنی تأثیری روی شکم نداره. سمت راست، سمت چپ، راست و چپ. به پشت دراز بکش، زانوهاتو جمع کن توی شکم، کف دستات روی زانوهات، دایره بکش، کمرت روی زمین ماساژ میگیره. 3 4 5 6 7. جهت عکس 7 6 5 4 3 2 و 1. پاهات رو جمع کن، دستاتو بذار پشت ساق پات، پیشانی رو به زانو نزدیک کن. آروم رها کن، بدنت رو روی زمین با نهاده و ریلکس احساسش کن.